دومین شهر خونی آزاد شد. خرمشهر یه نفر. خرمشهر یه نفر. هنوزم شهر من زیباست ولی مثل من افسرده است. هنوزم بوی خون میده، هنوز محجور سرخورده است. هنوزم بوی خون میده، هنوز بوی جانان میده. با سرخیش راه دریا را به ماهی‌ها نشون میده. هنوزم روی دیواراش نشون گله ها پیداست. هنوز تو کوچه هاش جنگ تموم شد ولی اثرش هنوز برای ما هست. هنوز اون چیزها رو ما میبینیم. ما هم با همون تیر و ترکشه داریم زندگی میکنیم. بران سخته دیگه. الان هم همونطوره. چجوری؟ همین ترکشه رو میبینیم یاد جنگ میافتیم. از اون خودشون رو نگاه کن، همش خالیه. الان بری زیر پل و دست خواه هنوز خونه هستن، جا ترکشا و سوراخ تا الان بگو توی سیمان بهش زدن نزد. یه سفیدکاری کردن روش انجام. هر کسی اینجا پول داره واسه خودش درست میکنه. واسه خودش درست نمیاد واسه شهرداری نه چیزی هیچی. کوهنخل یکی از یعنی قبل از جنگ جزء بالا شهر خرمشهر بود. الان شده یه نمیدونم اسمش نمیدونم چی باید گذاشت واقعا. خب ما اینجا آدم نیستیم، یعنی جزء ملت ایران نیستیم. 20 اندی ساله از جنگ که تموم شده متاسفانه خرمشهر هنوز خرابی های زمان جنگ توی شهر پیدا هست. محرومیت اینجا ایجاد میکنه. جوانهای ما الان بیکارن. خرمشهر که قطب اقتصادی ایران بود الان میبینیم از همه جای ایران می اومدن اینجا کار میکردن و نون زن و بچه هاشون در موردن. الان مردم اینجا بیکارن. پدرم بازنشسته داره بندره مورد هم بیکار. مثلا جنابالی که بومی شهری بیکاری غیر بومی داره بندره، بازنشسته داره بندره. فوت هم کرد، حالا هیچ کدوم از این بچه‌هاش سر کار نیست. ما بچه‌ها اینجا حالا بیشتراشون می‌بینید دیپلم دارن، لیسانس دارن، اومدن فلکه گرفتن. یا فلکه گرفتن یا معتادن یا دزدن. در زندگی دوباره بهتر از آبه. استخراج اشراف لایی داره. خرمشهر وجود داره. به هیچ جاش نرسید. این مرکز شهر یعنی این هم مرکز شهر نگاه کن. یه قشنگ از جا بگیره رسیدگی نمی‌کنه. مثلا اینجا منطقه آزاد هست. اون دست پل هستم تو پل قدیم. منطقه آزاد فقط یه دونه استخ زده تا الان هم درست نکردی. الان 2 سال شد. یا آبنما زده این دست پل. کجا بریم بگیم؟ کجا؟ وای چه منطقه آزادی؟ همین 4 تا پلاستیک آشغال میاره سر ماه بهمون میده. همین این شد منطقه آزاد. 100 بار ما درخواست نوشتیم، استشهاد محلی کردیم، بردیم منطقه آزاد. هیچ اصلا. و یعنی واقعا داریم خودمون رو گول میزنیم با منطقه آزاد. من میگم اینجا مرکز شهر. اصلیت شهر همین مسجد جامعه. زمان جنگ که شد مرکزی شد برای دلگرمی رزمندگان. میرفتن و خلاصه به دشمن ضربه وارد میکردن و باز هم برمیگردن اینجا و یک دلگرمی خاصی بود برای رزمندگان.
محمد جهانا رو یادم رفت الان اسمش یادم رفت. گفتم چجور سقف افتاد اینجوری ترکش خورد. گفت یکی هم از دوستای بابام کمکش میکرد، بعد پاهاش همینجا ترکش، همین پاهاش قصد شد. بعد میخندید گفت ترکش خوردم. کلی هم خون ازش. نه پارکی هست ممنون به بچه ها که استفاده کنن. بچه ها تو خیابون هم میگردن توی کن ناش کن اینه بازی ها شد. چی میگن؟ تفریحات شهرمون یکم بیشتر کنن. میدونی؟ الان خیلی از بچه هامون تفریحاتشون چیزای بد شده. متوجهی؟ آخه کجا آدم به کی بگه بچه های کوهاریا باید بیاد توی حوزه نمیدونم فواره های آب شنا کنن دیگه استخر ساختن دیگه کاری داره پروژه میخواد نمیدونم چی خود نمیدونم اونجا که تو تلویزیون که اخبار که نشون میده هی هر روز میگن انقدر بودجه فرستادن برای خرمشهر انقدر بودجه فرستادن برای آبادان خب کوی بودجه ها کو خب کو آبمون یعنی اگر آب دریا هم شاید بهتر از آب ما آب لوله‌های ما هست. آب شیرین هم که باید بخریم یعنی هم پول آب شیرین رو داریم میدیم میریم دبه‌ای میخریم هم پول آب شور هم دارن از اون میگیرن. همین آب تصفیه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم همین هم مشکل داره دیگه. وای به حال آب لوله که اگر به قول معروف هر کی بخواد استفاده کنه یا مریض میشه، بیمارستان میپره، بچه، پیرمرد، مسن‌ها همه مشکل داخلی دارن. من خودم به قول معروف نزدیک 2-3 ماه ناراحتی معده داشتم به خاطر همین آب آلوده‌ای که استفاده می‌کنیم. نمیدونم آخر کی میخوان به این مسئله رسیدگی کنن. دردمون به کی بگیم والا نمیدونیم. حالا گفتن ما آب بکشیم که نکشیده برام. من دارم از داودی میرم برای اونجا آب میبرم. باید مشکل آب حل کنن واقعا. باید دوچرخه یه روز دوچرخه پنچره، یه روز پنچر نیست، روز خرابه. کار کنیم. 80% سلولای انسان از آبه. درسته؟ ما وقتی آب نداریم یعنی اینجا داریم مرگ و تدریجی تجربه میکنیم چون آب نیست. خرمشهر اینجا جایش مقدسه، جای اون خون شهید ریخته. میخوایم که این خرمشهر عزیز همونطور که قبلا خرم بوده دوست داریم که باز هم خرم بشه، بهتر از قبل البته.